محاسبه قد نهایی افراد به این صورت هست که میانگین سنی پدر و مادر به علاوه 6.5 سانت برای فرزندان پسر و منهای 6.5 سانت برای فرزندان دختر محاسبه میشه. اما یک سری عوامل بیرونی هست، فاکتورهای بیرونی هست که روی افزایش قد نهایی افراد تاثیر میذاره. اولی خواب کافی هست. خوابی که قبل از ساعت 9 تا 10 شب باشه و حداقل 8 ساعت باشه و یه الگوی منظمی داشته باشه. دوم ورزش هست. ورزش‌های کششی، ورزش‌هایی که همراه با تحمل وزن باشن، پریدن، دویدن، خیلی تاثیر میذاره روی افزایش قد بچه‌ها. سوم تغذیه مناسب هست. تغذیه‌ای که غنی از پروتئین باشه، همراه با لبنیات، حبوبات که سرشار از سیترولین و آرژینین هستند و برای افزایش قد بچه‌ها خیلی تاثیرگذار هستند. عامل بعدی طریقه نشستن بچه‌ها هست. بچه‌هایی که قوز میکنن و ستون فقراتشون رو دچار مشکل میکنن، اینا به صورت عادی قدشون کوتاه‌تر از اون چیزی که واقعیت داره نشون میده. پس درست نشستن، درست ایستادن میتونه روی قد نهایی افراد در بزرگسالی تاثیرگذار باشه.